همراه با بهارک عزیز مهمون خونه‌هاتون شدیم. سلام، امیدوارم خیلی خوب باشید. لطفاً خیلی خوب باشید. خیلی خوشحالم که یه روز دیگه با مسعود شیطون در کنار شما هستم. قراره یه برنامه خفن داشته باشیم هم دیگه. روزایی که ما دو نفریم شیطنتمون بیشتر میشه. امروز کیا رو داریم؟ مهدی رو داریم با بخش تکنولوژی و هادی رو داریم با مستر المپیا. اونم تو این روزهای گرم پاییزی. بله. پاییز اومده ولی انگار اون خنکای قدیمی دیگه نیست. برگا دارن میریزن ولی هوا عین تابستون همچنان. به جای بوی بارون گرمای هوا بیشتر داره حس میشه. اصلا استانبول که یه جور عجیبیه، یهو سرما میاد میره دوباره گرما میاد. امسال تابستون که خیلی عجیب گرم بود. اصلا به استانبول اینجا خود ترکا میگن دنگسیز استانبول. بله. یعنی بی تعادل، واقعا تعادل نداره ولی امسال یه جور متفاوتی بود و ترس از اینه که فکر کن زمستونا هم کم کم بشه مثل تابستونا، بدون برف بدون سرما، یه گرمای سنگین که مجبورت میکنه بشینی تو خونه تکون نخوری. اصلا نیستم اینو. نه. تابستونا دیگه واقعا کلافه کننده شدن. خوب شد که تموم شد. همه جا داغ بود، حتی شبا انقدر داغ بود که اصلا نمیتونستی راحت بخوابی. همش باید کولر گازی میزدی. بله، ولی من موافق نیستم. تابستون خیلی قشنگه، کار نکنی خیلی بیشتر قشنگه. ولی یه چیزی که مسعود به نظرم خیلی بیشتر نگران کننده است اینه که با اینکه دیگه هممون میدونیم که هوا خیلی گرم شده، زمین خیلی گرم شده و اصلا دیگه این موضوع تازگی نداره، بازم اهمیت نمیدیم، هیچ کاری نمیکنیم. به هر حال آدما بلاهای عجیبی سر این کره زمین آوردن. آره، موافقم که ما آدما اصلا حواسمون به زمین نیست، ولی حالا از آدما هم که بگذریم تغییرات آب و هوایی همیشه وجود داشته، اما اگه بتونیم زمان رو برگردونیم عقب خیلی چیزا رو بعد درست کنیم. جای من میتونه ورزش کنه. جای من میتونه روغن میزنه. 1 2 یه جوری هم راه میره. میدونید چه اینه که این تقریبا میشه گفت که اولین لانچ شدن یا اولین رونمایی از این ربات هاست. قطعا توی نسل‌های بعدی پیشرفت خیلی بیشتری هم خواهد داشت. تو بازار قراره که از چندین ماه آینده تو قیمت بین 20 تا 30 هزار دلار برای فروش بذارن و خب قطعا آپدیت میشه و خب کارهای جدید هم بهش اگه همه کارا رو انجام بده، اتو هم بکشه، اینو من شاید بخرم. حالا البته من میمونم ارزونشه بعد میخرم. مورد برگشتن به عقب و رفتن به گذشته صحبت میکردیم. بعیدم نیست تو آینده نزدیک همین اتفاق بیفته، چون دانشمندا تازگی‌ها چیزایی در مورد زمان منفی کشف کردن. یعنی توی ساعت‌های کوانتومی میتونیم ببینیم زمان به جای اینکه همیشه بره سمت جلو، بعضی وقتا بره عقب، هی برگرده عقب. واقعا فکرشو بکن، چه تحول عجیبی توی درک ما از زمان و دنیا و همه چی به وجود میاد. من خیلی دوست دارم برگردم گذشته. با این کشف دیگه مطمئن میشیم که زمان فقط یه مفهوم خطی نیست و میتونه شکل‌های مختلف داشته باشه. خیلی باحاله و احتمالاً هم دیگه سفر توی زمان امکان پذیر میشه که من عاشقشم. حالا هوش مصنوعی داره کارایی میکنه برای مجرمان و زندانیان. یه جور سفر در زمانه. به تازگی یک روش جدید اومده، اسمش هم کاگنیفایه، که به جای اینکه یکی سالها زندانی باشه، چیکار میکنن با این تکنولوژی تو چند دقیقه تمام اون سالهای محکومیت رو براش به صورت تجربه میارن جلو چشاش. خیلی خوبه، من با این خیلی موافقم. یعنی یه حافظه مصنوعی درست میکنن، یه سری ایمپلنت توی مغز. ایمپلنت توی مغزم میشه کار کرد؟ من نمیدونم. حالا دانشمندش چیزایی میگه. مجرم تمام جرم و جنایتایی رو که کرده از دید همون قربانی تجربه میکنه. چه حالی میده واقعا. انگار همه اون درد و رنج داره سر خودش میاد. من خیلی نفس راحت میکشم. بعضیاشون حقشونه. نباشه. انگار نیست، واقعا اینجوریه. این روزا که همه چیز داره با سرعت نور جلو میره، نباید حتی یه لحظه رو از دست بدیم. واقعا هم تکنولوژی داره بهمون کمک میکنه که ما لحظاتمون رو نجات بدیم. حالا چه جوری؟ مثلا همین ساعت‌های هوشمند. دیگه این ساعت‌ها فقط زمان رو نشون نمیدن، شدن ناجی از زمان. بله. حالا چه جوری؟ تو بگو چه جوری؟ مثل اون خانومی که یه چرت کوتاه زده بود و فکر میکرد که فقط خسته است، ولی ساعتش زنگ میزنه و انگار میگه وقت داره میگذره، اما نه به نفع تو. و همون هشدار ساده زندگیش رو نجات میده. اینو فکر میکنم توی آیتم میبینید. اینجور اتفاقا هم یکی دو بار نیفتاده، بارها افتاده. بریم ما هم ببینیم خانم چی میگه، مگه نه؟ بله. واقعا خیلی خوبه. فکر کن ساعت مچی بتونه بهت این آلارمو بده که وقت تمومه
یا اینکه هنوز فرصت داری یه کارایی بکنی که مثلا زنده بمونی. همه چیز به همین ثانیه ها بستگی داره. شاید تو گذشته زمان فقط برای اندازه‌گیری بوده، ولی امروز هر ثانیه برای یه تصمیم مهم میتونه یک تاثیرگذار باشه. دقیقاً هرچی تکنولوژی پیشرفت میکنه بیشتر متوجه میشیم که زمان همون چیزی که همیشه فکر میکردیم بی‌نهایته نیست. در دنیای مدرن محدودتر از همیشه شده، پس هر لحظهش رو باید جدی بگیریم. دقیقاً. حتی تو زمان خوابم باید از وقتمون نهایت استفاده رو بکنیم. مثلا وقتی رویا میبینیم باید به بهترین شکل از زمانمون استفاده کنیم. میگن حالا چطور میشه که خوابای خوب ببینیم؟ چون مثلا یکی هم هست که بهمون کمک بکنه ما رو به مرحله‌ای برسونه که رویاهامون رو خودمون انتخاب کنیم. خواب و رویا دنیای عجیبیه. توش میتونی چیزهایی رو که در واقعیت نداری و تجربه کنی بدون اینکه بدونی چطور بهشون رسیدی، ولی تو خواب میبینیشون، تو رویا میبینی. مثلا من میبینم بازیگر شدم، تو قرار نیست ببینی چون واقعا هستی. یه دفعه میبینی داری با کسایی برخورد میکنی که دیگه نیستن، داری با یه کسایی حرف میزنی، میخندی، شام میخوری، معاشرت میکنی که اصلا شاید تو زندگی واقعی نداریشون. مثلا ممکنه تو خواب ببینی سر یه جلسه امتحان نشستی، چیزای پر استرس، امتحانو نه بقیه رو هستم. مثلا منم امتحانو دوست اونه که دیگه از دست دادی و ببینی تو خواب باشون گپ و گفتگو بزنی خوبه، ولی سر امتحانا نه دیگه، تموم شده امتحانای ما. آره دیگه. حالا اینا در واقع برمیگرده به بچگی یا به آینده. میری تو اون خوابا میبینی به یکی از آرزوهات رسیدی یا یه اتفاق غیر منتظره برات افتاده. همه اینا رو توی خواب ممکنه که برات پیش بیاد. واقعا خیلی باحاله این. یه روزی تصور کنیم که مثلا بتونیم خوابامون رو بعد از بیداری دوباره ببینیم، مثلا بزنیم عقب خواب رو دوست داشتیم بشینیم از اول ویدیوشو تماشا کنیم. اصلا بعضی از خوابامون یادمون میره. اصلا من که خیلی خوشم میاد چون من تو خواب بیشتر از تو واقعیت زندگی میکنم. آره خوب. آره. اگه بتونم دوباره ببینم شاید بتونم ازش فیلمنامه‌های خفنی بنویسم. پس خبر جالبه نه؟ خواب ببینی بعد به صورت فیلم باشه. خوابهای مسعود در سینماهای سراسر کشور. باحال. آره اگه بتونی کارگردانی کنی خوابت رو. فکر کن چه خوابایی داری میبینی. میگم دیگه قابل پخش هست یا نیست؟ میگم دیگه بعد بتونی خودت سلکت کنی، یعنی بدونی من این خوابو میخوام ببینم. خواب سنگین خواستی ببینی، شب بیخوابی بکش. سانسور مثلا. نه قصد سنگین بخور، خوابای ترسناک ببینی. خب دیگه مسعود جان خودتو کنترل کن، مهمون داریم. خوابای ورزشی میخوایم ببینیم. آره مستر المپیا رو داریم اینجاست. سلام هادی جان، چطوری؟ مرسی. خوبی شما؟ من سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین خوب پرشیانا. خیلی هم قشنگ. چقدر ما رقصای متنوع داریم. رقص کردی که اصلا پر از رنگ و هیجان و نشاط. کلا هر منطقه از ایران به نظر من زیبایی‌های خودش داره. خب از این رقص زیبا برگردیم به صحبتمون که در مورد خواب بد و دیر غذا خوردن بود. اتفاقا اخیراً دوباره دانشمندا درباره زمان مناسب شام خوردن تحقیق کردن و گفتن اگر شام رو بین ساعت 5 تا 7 ماکسیموم بخورین به سلامتیتون کمک میکنه. قبلا البته خیلی از کارشناسا میگفتن که زودتر غذا خوردن برای سلامتی خوبه، یعنی شامو نذارین خیلی دیر وقت بخورین، ولی حالا بیشتر ثابت شده اینو به اسم ارلی برد مدل مثلا شام خروس خون. مثلا قبلا میگفتن طرف زود میخوابید میگفتن مثلا مرغ میمونه، یا زود بیدار میشد میگفتن مثل خروس میمونه. الان که مهمترین چیز اینه که به صدای بدنمون گوش کنیم. بدنمون خیلی قشنگ بهمون میگه الان به چی نیاز داریم، بعد آب بخوریم، بعد میوه بخوریم، بعد قند بخوریم یا بعد چی نخوریم. و در هر صورت یادمون بمونه که این تصور که قبلا میگفتم فقط باید آب بخوریم کاملا غلطه، چون چای و حتی شیر و قهوه هم میتونن یه بخشی از نیاز آبی ما رو تامین کنن. البته میوه ها و آب میوه ها هم یادمون نره. خوبن یعنی؟ ولی هیچ کدوم به نظرم جای آبو نمیگیرن. آبو بخورین، اینا رو کمتر بخورین. من قهوه هم میخورم دیگه. نوشیدنیایی مثل شیر و اینا درست آب به بدن میرسونه، ولی به نظر من آب خود خالی آب خیلی حالا یه نوشیدنی جدید است به اسم تاک اوسیس که اومده و خیلی هم طرفدار پیدا کرده. این نوشیدنی رو به عنوان یک نوشیدنی هیدراته برای بدن معرفی کردن. یکی از مهمترین ویژگی‌هاش هم مثل که اینه که توش قند و کالری نیست.
قطعا هم با طعمای طبیعی باید باشه دیگه. میگم مثل اینکه لیمو و نارنگی و اینجور چیزا از طعم دهنده‌های اینجوری استفاده. بخش هنر شما کاملا بستگی به هنر شما داره که چه ویدیوهایی برامون میفرستین. بله ما منتظر ویدیوهای خیلی باحال شما به صورت افقی هستیم با چی؟ ویدیو تلگرام برامون بفرستید، با عشق برامون بفرستید. بچه‌ها این روزها کانال اینستاگرام این روزها هم دنبال کنید، توش یک کلمه قراره پشت صحنه‌های خفن بذاریم. بله اون تلگرام هم که گفتم اینجا بذاریم بچه‌ها لطفا، من موقع یادم رفت. از طریق این شماره تلگرام میتونید ویدیوهاتون رو ارسال کنین دیگه. راه‌های ارتباطی اینا هم همینجا دیگه. خیلی خوب، ما میریم نوشیدنیامون رو نوش جان کنیم، شما هم برید با نوت آخر. مواظب خودتون باشید تا درودی دیگر. بیا جلو خدا، کردی تموم شد. بیا.